سلام علیکم بچه‌ها. در این درس ما با شما طرز کارکردی متن رو با یکچند اصول‌ها دیدن میبریم. یکچند اپراتورها قطعی مکملش خوب خودتون یاد میگیریم. سر کردیم برنامه نویسیمون رو، زبان رو انگلیسی میکنیم، بنویسیم CLS. و در خط پایانی ما یک تغییرابنده متنی میگیریم، چون که در پیش گفته بودم تغییرابنده متنی و با دلخواه حرف و علامتی نشانه دلاری اس یک خط میگیریم. در داخل نقطه ما کلمه‌مون رو مینویسیم. مثال من مینویسم انیمیشنیک. کلمه انیمیشنیک رو با یکچند اپراتور حاضر ما این رو دیدن میبریم. اولین اپراتوری که ما استفاده میبریم نام دارد. خب لین، اپراتوری لین چون که در پایان میبینید لین از حساب کنی علامت ها وظیفه این عبارت است. یعنی چه خیلی ما در اینجا مینویسیم مثال ا برابر لین. خب در داخل قوس علامت همون ای دلار دار میمونیم و در پایان مینویسیم پرینت ا. در پرینت ا با ما همین انیمیشنیک چند حرفی که است همین رو حساب کرده با ما برآورده نشان میدهد. از آخر ما اند رو نویسیم برای مبادا. خب استارت. برنامه کمتر دیر کرده ایستاده است. حرف ا رو از نو وارد میکنیم و چرا که میبینید علامتی ما چند حرفی که باشد در اینجا برآورده با ما نشان میدهد. خب بگذاریم با اپراتوری دویممون. دویم اپراتوری که ما در اینجا استفاده میبریم. خب یکم خود این رو ما بچه براریم که در آینده فهمیشمان آسان تر شود. پرینت خودی نشانه دلار ما. از اینجا ما یک اپراتوری نوبتی رو دیده میبریم. از اینجا که نام دارد اوکیز. اوکیز چیست و برای چی استفاده برده می شود؟ اوکیز نوشتن با حرفای کلان. خب ما اوکیز رو اکنون استفاده میبریم چرا که میبینید یک حرفی ما کلان است در اینجا. تمام. ما یک باز تغییرابنده عدد ها باز میگیریم. خب برابری مینویسیم اوکیز، باز نشانه رو میمونیم. اکنون در داخل نخونه در داخل قوس مینویسیم همون علامت اولمون رو ای دلار دار. خب پایان میخندیم و مینویسیم پرینت. تغییرابنده نوی خود رو وارد میکنیم ای دلار دار. جای زیادتی در کار نیست. برمیگردیم با رن برنامه رو با کار میداریم. حاضر با ما باید برآورده نشان دهد. چخیلی که میبینید علامتی که ما در اول داریم یک حرف کلان با قماندش حرفای خود در اینجا باشد. در این لینی ما کار کرده است. بعد اون اوکیزی ما کار میکند که یعنی انیمیشنیک همه اینا با حرفای کلان با ما نویسند. نغرض اوکیز با ما داریم ال کیس که اون برعکس این کار را اجرا میکند. حاضر ما با شما او را نویسنده میدهیم. خب می نویسیم در این یک تغییرابنده ایلاوگی دیگر میگیریم. خب اس دلار برابر ال کیس
نشونه دلار در داخل قوس می نویسیم آ دلار کمونه و بعدا می نویسیم خب پرینت اسی دلار کمون. در اینجا باشد همه این حرف رو باید با حرفی خورد نویسند. این ای یکم رو هم باید خورد کنند. نسنجیم. چطور که میبینید برنامه ما با دقتان خوش و کار کرده ایستاده است. به یکم کم بودیم. من اکنون ما میگذاریم باز به یک اپراتوری دیگر. خب اوکیز رو الکیز رو ما با شما گذاشتیم نویستم با حرف قانون. بعد از این ما میگذاریم مید. چطور که از قسمت پایانی میبینید مید چیست؟ نوشتن از ام تا این. این رو از ما در عمل نشاندیم با ناستر میشود. مثال میگیریم با قسمت پایانی میگیم. خب در اینجا ما باز می نویسیم مثال تقریبا د میگیریم. خب د برابری مید نشونه همون اسی پیشتره رو میمونیم. بعدا قوس میکشیم. در داخل قوس ما تقریبا د ا رو می نویسیم ورگول با جای این ما رقم میمونیم. مثال من میخوام که از رقم 1 تا رقم 5 رو نویسنده به من نشون دهد. با قسمت پایانی میگذاریم. در اینجا باز همون پرینت رو می نویسیم پرینت. خب دی نشونه داریم. اکنون باید از همین کلمه هایی که انیمیشن نویسندگی است باید 5 حرفی یکمش رو برآورده به من نشون دهد و تمام. وزیر برنامه رو با کار می‌داریم. چه خیلی که می‌بینید 5 حرفی اولش یعنی انمی نیمیون رو گرفتیم. انیمی رو برآورده با ما نشون داد. این رو گذاشتیم. اکنون میگذاریم با یک اپراتوری دیگر که نام دارد لفت. اکنون ما با لفت کار میکنیم. لفت هم با همین مید مانند است فقط طرز یا کمتر دیگرگونه است. حالا ما با شما میفهمونیم. وقت ما کمتر است تستر می نویسونیم. و B B C D E تقریبا در ایده میگذاریم برابری. خب لفت همون نشونه پیشینه همون در داخل قوس اونه که در اینجا ما مجبوریم که از نو نویسونیم. در اینجا می نویسونیم. خب انیمیشنیک خب نویسونده باشیم بهترین. ورگول رقمی 6 این 6 رو میمونیم که در اینجا با ما میگوید که از طرف لفت این خودش به تاجیکی گردانیم با فکرم انیق چپ میشود. در اینجا گفته استوده است پرینت یی دلار که ما از اینجا گفته استوده است که از طرف چپ 6 حرف رو گرفته با ما نشونده. 6 حرفی اول رو ما این رو میبینیم. خب برنامه با کار درآید. چطور که میبینید انیمیس یعنی 6 حرفی اول رو از طرف چپ رو گرفته با ما نشون داد. خب باز در اینجا کار میکنه یک اپراتوری دیگر ای اف دی ای اف نوبتی حرف اف میشود. خب برابر اپراتوری نوبتی ما نام دارد رایت یعنی راست گفتنی معناش. اون که چپ بود اینش می شود راست. این هم به طرز همون کار کرد می شود. خب در اینجا ما می نویسیم در داخل ناخنک همون کلمه رو در اینجا ورگول حرفی 6 یعنی در این نوشتجات با ما میگوید که 6 حرف رو از طرف راست با ما انتخاب کرده نویسون. یک چیز دیگر من در اینجا که یک سنجم کار میکرده باشد یعنی تقریبا رو از
میگیرم ای دلار درکمون و کارکناتی بهترین میشود. سنجش در اینجا ما یک خطایی کردم که با چوب نبرآوردم، رنگ رو با چوب نبرآوردم. بله ای ما کار میکرده است. با جای همین نخنگ این رو موندیم. من در اینجا F رو با چوب ندادم. خب پرینت F دلار درکی ما انا این رو میتونیم توضیح کنیم. با جای این نویسونیم ای دلار درکمونه. با همین یک تغییر بانده همه این رو ما میتونستیم طرز فعالیتشون رو نشون میدیم. تستر بکنم. چقدر که میبینید 6 حرفی آخر رو از آخر حساب کرده با ما نشون میدید. یعنی از کلمه که انیمیشن هست در بالا برای نمونه آوردیم از 6 حرفی آخر، یعنی از طرفی ک سر کرده حساب میکنه در آخر اون. یعنی K E N H S E انا اینقدر 6 حرف میشود. با فکرم بله 6 حرف از آخر گرفته در اینجا با ما نویسیم. با این بود کار با اپراتورهای متنی. تا درس‌های آینده سربلند و خانه آباد باشد. این بود درس پنجم ما آیدی بیسیک. تا درس‌های دیگر سربلند باشد.